ناصر خسرو قبادیانی که امروز پس از بیش از 10 قرن به بازاندیشی آثار، احوال، تأثیرات و آراء او می‌پردازیم، از زمره نوابغی است که به حق پژوهش سامانمند، ثمربخش و مداوم پیرامون او نیازمند تأسیس کرسی دائمی ناصر خسرو پژوهی است که به خواست پروردگار و با عنایت مسئولان محترم دانشگاه شهید بهشتی تأسیس خواهد شد. مروری بر عناوین آثار ناصر خسرو مؤید روح پرسشگر و آرمانخواه این مسافر جستجوگر حقیقت است. جوشش درونی احساس و شعور در او را وامی دارد که در همه حوزه‌های شعر و شاعری و زبانوری، حکمت عقلی و نقلی، فلسفه خودی و دیگری، حساب، طب، موسیقی، نجوم و کلام و قرآن تأمل و تعمیق نماید. ایده برگزاری همایش حکیم ناصر خسرو قبادیانی در 16 فروردین ماه 1393 در کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفت و افتخار برگزاری این همایش به عهده دانشگاه شهید بهشتی گزارده شد. متعاقب شکل‌گیری شورای علمی و اجرایی همایش و اعلام فراخوان، دبیرخانه همایش 400 چکیده مقاله در محورهای تعیین شده دریافت نمود. شورای علمی همایش و تنی چند از اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از میان چکیده‌های رسیده تعداد 200 چکیده را برای دریافت مقالات کامل انتخاب نمودند و از 200 مقاله کامل دریافت شده معدود مقالاتی برای ارائه در همایش و چاپ در مجموعه مقالات برگزیده شدند و در لوح فشرده تنظیم و عرضه گشتند. ناصر خسرو زاده قبادیان ناحیه تاجیکستان است و در تاجیکستان بسیار شناخته است. به این معنی که آثار ناصر خسرو در مکتب‌ها تعلیم می شود، در مکتب‌های تحصیل عمومی و در مکتب‌های عالی تعلیم می شود و به این مناسبت تحقیقات زیادی هم در مورد ناصر خسرو انجام داده شده است. مثلا عربزاده نام فیلسوف ما یک تحقیقات بسیار کامل درباره ناصر خسرو انجام دادند، درباره فلسفه ناصر خسرو که هم به زبان فارسی تاجیکی و هم به زبان روسی ترجمه شده است. در همه کتاب‌های درسی برای مکتب‌های عالی ناصر خسرو موقع بسیار بارز دارد، روشن دارد و تعلیم می شود. از آثار ناصر خسرو ما مجموعه‌های گوناگون در سال‌های پیش چاپ کرده بودیم، لیکن در سال 2005 با مناسبت 1000مین سالگرد زادروز او ما در 3 مجلد بزرگ آثار ناصر خسرو رو با زبان تاجیکی، فارسی، لیکن به خط کریلیک چاپ کردیم و انتشار کردیم. در علاوه بر این زادالمسافرین ناصر خسرو با درخواست مرکز اسماعیلی در لندن بوده به زبان روسی ترجمه شده است با مقدمه تحلیلی و تصحیحات ضروری. ما در آینده نیت داریم که اگر امکانیت شود این آثار ناصر خسرو را که ما با خط کریلیک چاپ کرده بودیم با خط فارسی هم چاپ کنیم، همین جلدها و تحقیقات های مهم از اون جمله اون کتاب ناصری، کتاب عربزاده رو ترجمه کنیم و خط فارسی و
من خودم یک کتاب تدوین کردم با نام مقام فرهنگی ناصر خسرو. این کتاب رو هم و چاپ رسانیم و البته کوشش میکنیم که مواد این همایشی که حاضر در تهران برگزار گردید این مواد هم در تاجیکستان گسترش بیابد و به خط کلیدی چاپ شود تا اینکه ناصر خسرو بیشتر و خوبتر در تاجیکستان شناخته گردد. یکی از بازمانده‌های نهضت احیای فرهنگ ایرانی و ترویج فرهنگ شیعی و محبت اهل بیت علیهم السلام از خطه مردخیز خراسان ناصر خسرو قبادیانی بود که باید گفت که از بقیت السیف اونها بود. ما اگر بخواهیم که سیر احیای فرهنگ ایرانی و قبول اسلام اهل بیتی رو در ایران مرور بکنیم میبینیم که یک سیر تناوبی و سینوسی داره. در اوائل پذیرش اسلام در ایران در همان قرون دوم و سوم و چهارم ما اشخاصی رو میبینیم که همگی دل به ایران نهادند و در عشق به اهل بیت علیهم السلام اسلام رو پذیرفتند و در مقابل خلفای جور ایستادند. اونهایی که پرچم مبارزه با بنی امیه و بنی عباس رو برافراشتند خاستگاهشون خراسان بود. فقط ناصر خسرو نبود که اهل بیتی بود، بلکه قبل از ناصر خسرو اشخاصی مثل کسایی مرزی، مثل رودکی سمرقندی، مثل حکیم ابوالقاسم فردوسی، اینها کسانی بودند که دل به تشیع و اهل بیت علیهم السلام نهادند و محیط خود را آماده کردند برای رشد اسلام راستین و مبارزه با خلفای جور و ظلم. برای اینکه این ویژگی اعتقادی ناصر خسرو غریب ننماید، همونطور که عرض کردم ما اشعار متعددی از قبل از ناصر خسرو داریم، مثل عرض کردم کسای مرزی و حکیم ابوالقاسم فردوسی و رودکی. مثلا کسایی که به شعر خودش میگوید که به نوبت 41 رسید، به 341 رسید نوبت سال، چهارشنبه و 3 روز باقی از شوال، بیامدم به جهان تا چه گویم و چه کنم، سرود گویم و شادی کنم به نعمت ما. سال 341 در مورد اهل بیت چنین میگوید: مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و ثنا کرد بدو داد همه کار. آن کیست بدین حال و که بودست و که باشد، جز شیر خداوند جهان حیدر کرار. این دین خدا را به مثل دایره ایدان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار. این دین خدا را به مثل دایره ایدان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار. علم همه عالم به علی داد پیامبر، چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار. فضای اهل بیتی و ایران ستایی خراسانیان رو ما میبینیم که یک فضای گسترده و همه جایی بی جهت نیست که ناصر خسرو در چنین فضایی میشود ناصر خسرو علوی. در مورد ناصر خسرو باید عرض بکنیم که غیر از این ویژگی هایی که مشخصه که علوی است
و اهل بیتی است و حکیم. ادیب به کسی میگفتن در اون زمان که به زبان عربی و فارسی مسلط بود و فاضل به کسی میگفتن که علوم زمان خودش مسلط بود. یه اشعاری رو خواجه ما میگوید راجع به فاضل بودنش، میگوید که به هر نوعی که بشنیدم ز دانش، نشستم بر در او من مجاور. بخواندم پاک توقیعات کسری، بخواندم عهد کیکاووس و نوذر. گه اندر ارثماطیقی، همون ارثماطیقی که همین آریثماتیک حسابه، گه اندر ارثماطیقی که تا چیز، سماک و فرقدان و قطب و محور. فرقدان یه ستاره دوردست، غرضش محاسبات نجومیه. قطب و سماک و فرقدان و قطب و محور. گه اندر علم اشکال مجستی، مجستی کتاب نجوم بطلمیوسه. گه اندر علم اشکال مجستی، که چون رانم برو پرگار و مستر. مستر با سین و تای مؤلف معنای از سطر میاد. گهی اقسام موسیقی که هر کس پدید آورد، بر الها پدید آورد، بر الهان مکرر. گهی الوان احوال عقاقیر، عقاقیر این گیاهان دارویی رو میگم. گهی الوان احوال عقاقیر، گر مست از آن چه خشک و چه تر. منظور مزاج خشک و مزاج مرتره. همان اشکال اقلیدس که بنهاد، ارسطالیس استاد سکندر. ارسطالیس ارسطو هست که معروف به این که استاد اسکندر مقدونی بود. نماند از هیچ گون دانش، که من زان نکردم استفادت بیش و کمتر. این شرح حال خودش هست. از انواع علوم ملاحظه فرمودید، نجوم و اریثماتیقی، ریاضیات و عرض کنم که طب و عقاقیر و که گیاهان دارویی و عرض کنم به حضورتون که موسیقی و حساب و فلسفه ارسطو و غیره. به هر حال ایشان یک اسماعیلی بود، در فلسفه در انواع علوم سرآمد بود، همونطوری در اشعار خودش میگوید. و همونطور که عرض کردم تابع شرایط بسیار ارزشمند خراسان اون روز بود که هم در مبارزه فرهنگی هم در جهاد علیه ظلمه پیشتاز بودن و پرچمدار بودن. و اصلا ایرانی هایی که به این صفت بزرگ، به این صفتهای بزرگ منسوب هستند، همه در بسیاری از مضامین احادیث به نام خراسانیان گفته میشن. اصلا خیلی از جاها لفظ خراسان، هدف از کلمه خراسان خود ایرانه، اونجا که خورشید میاد بیرون. و لذا در اون حدیثی که هست می‌فرماید که مورد قبول فریقین ظاهرا که در آن زمانی که بیت المقدس توسط یهودیان اشغال میشه، مردانی و پرچم سیاه از خراسان میآیند و بیت المقدس و فلسطین رو نجات میدهند و میگویند غرض از خراسان در اینجا ایران است. به هر حال حجت خراسان از سوی مستنصر فاطمی لقب گرفت. این که گفته می شود در اونجا به دست او به تشیع فاطمی یا تشیع هفت امامی گروی، این به نظر درست نمیرسه، چون این پدیده بسیار پیچیده ورود به محافل باطنی اسماعیلی آسان نبود. اگر کسی میتوانست وارد بشود، مراحلی رو باید طی میکرد. مرحله اول مرحله مستجیب بود، مرحله دوم مرحله مأذون بود و مرحله سوم مرحله داعی بود، مرحله چهارم مرحله حجت بود. و جهان را به 12 اقلیم تقسیم میکردن یا 12 جزیره. یکی از اون اقالیم خراسان یا خراسان بزرگ بود که به دست خلیفه فاطمی به عنوان حجت خراسان منصوب میشه و تا آخر عمر
او بر عقیده خیش باقی ماند، هرچند که ما به لحاظ اعتقادی تفاوت اساسی داریم به عنوان شیعه امامیه، اما مبانی علمی و حکمی و فلسفی اینها در اثبات ولایت خیلی نزدیکه و البته اینها اصحاب تعویلن و خودشون رو معذور میدونن، همونطور که امیرالمؤمنین میتوانست تعویل بکنه آیات قرآن کریم رو، یعنی ممکن است از یه آیه عکسش رو انسان برداشت بکنه. اینها خودشون رو موقعی که به این مقامات میرسن صاحبان تعویل میدانن که اون یه بحث کلامی است که بماند. خلاصه باید عرض بکنم که قدر این حکیم بزرگ ما هم در ادب و شاعری و هم در اعتقادات و هم در ترویج مکتب اهل بیت علیهم السلام مجهول مانده. یه روزی دیدم در یکی از اصحاب فضل در تلویزیون داشت صحبت می‌کرد راجع به شعرا و حالا این ناصر خسرو هم حالا اون شعر مثلا فلان رو گفته، حالا اونم شاعره، در حالی که سخت‌ترین عرض کنم حضورتون اوزان عروضی رو ایشون شعر گفته که کار هر کسی نیست اینطوری شعر بگه اینقدر موزون و آهنگین و باید بگیم اوج سبک خراسانی سبک شعر ناصر خسرو بود. مقاله من امروز راجع به شعر فلسفانه ناصر خسرو هست و اهمیت سخن که خیلی مهمه برای انسان و هم مهم بود برای خدا که با یک کلمه همه عالم و وجود درست کرد با این سخن کن. و برای انسان سخن ما میتونیم یکدیگر رو بفهمیم و ما میتونیم خدا رو بفهمیم. و هم میخوام نشون بدم ناصر خسرو چجوری شاعره، چجوری با شعرش ما را آموزش میدهد که میتونیم چیزایی بهتر بفهمیم. نه فقط که یک قصیده مثل گلدونه که معنی داره، ولی فعالیت رفتن به از اول تا آخر قصیده ما یاد میگیریم که شاعر نشون میده چجوری چی مهمه و دل ما و ذهن ما را باز میشه خوندن این قصیده. و این قصیده که میخوام راجبش صحبت بکنم امروز همین است که شروع میشه: کمیت سخن را ضمیر است میدان، سوارش چه چیز است جان سخندان. و این از اول یعنی چی؟ یعنی که جان سخندان یعنی جان ما خیلی مهمه، چون که ما میتونیم صحبت بکنیم. و از اول ناصر خسرو شروع میشه در متد فلسفه‌ای سوال میکنه و جواب میده و حتی در این بیت اول این فلسفانه، نه فقط معنی این بیت ولی منظورش چجوری توضیح میده. جمهوری تاجیکستان ما و همه شما معلوم است که کشور فارسی زبان است و در آن همه وقت چنین همایش‌ها برگزار می‌گردند. فقط از خاطر ناصر خسرو این را می‌خواهم براتون تذکر دهم که در تاجیکستان ما زیاده از 100 عدد کتاب‌ها و امکان دارد در حدود از 1000 عدد مقاله و کتاب‌های علمی به چاپ رسیده‌اند.
جمهوری تاجیکستان شما همتان میدونین که قبادیان این جای تولد ناصر خسرو است و یکی از ناحیه ها یک شهرستان هایی که در ولایت امروزه ختلان سابق بلخ که با نام بلخ هم یاد میشه ناصر خسرو موجود می باشد. در جمهوری تاجیکستان میخوام این هم براتون تذکر بدم که یکی از ناحیه هایی که ناصر خسرو تولد شد به اسم این ایشون می باشند. دانشگاه بزرگی شهر قرغان تپه نیست به اسم ناصر خسرو قبادیانی است و چنین نامگذاری ها در کشور ما خیلی زیاد هستند. چندین کوچه ها، خیابون ها، مدرسه ها هم به نام ایشون هستند. من آمریکاییم ولی رشته من فارسی زبان و ایران شناسی از لیسانس و فوق لیسانس و دکترا گرفتم در ایران شناسی. تصمیم گرفتم وقتی که بچه بودم که ما باید راجع به کشورهای دیگر یاد بگیریم و در سالهای مدرسه دنبال این کشوری که میتونستم درس بخونم و برای دانشگاه ایران رو انتخاب کردم و در نیویورک بعد از انقلاب کلاس های ایران شناسی کمتر شده، ولی الان بعد از 30 سال 35 سال بیشتر شده. علاقه‌مند بیشتر آمریکایی‌ها میخوان بدونند مثلا که همه مسلمانان تروریست نیستند و میخوان بدونند که همه چیز که در تلویزیون میبینند کامل نیست که همه خبر نیست و میخوان بفهمند اسلام چیه، ایران چیه و خیلی چشماشون باز میشه. مثلا رفتیم به یک مسجد و یک دانشجو گفت بیشتر اینترستینگ بود که فکر کردم که جالب نباشه ولی بیشتر جالب بود. اینطوریه و من همیشه سعی میکنم شعر فارسی به کلاس بذارم ولی هیچ کس زبان فارسی بلد نیست، حتی باید به زبان انگلیسی ترجمه انگلیسی باشه. مثلا در کلاس فلسفه و عرفان امسال ابن طفیل رو خوندیم از حیم یقظان، هم از ابن سینا و هم از ابن طفیل. بعد به آخر سمستر فقط از مولانا و اصلا این خیلی خیلی دوست داشتند و مثل این که کلاس راحت‌تر شد از هر روز که این چیزا رو خوندیم بهتر شدند. نکته‌ای که من طرح اون رو در این جلسه لازم دانستم و به عنوان یک مسئله خدمت حضار محترم عرض میکنم این است که آثار ناصر خسرو این ویژگی خاص رو داره که در لابلای سطورش دقایق و لطایفی وجود دارد
که میتواند به عنوان اسناد معتبر در تدوین تاریخ، اهم از تاریخ سیاسی اجتماعی، تاریخ ادبی و تاریخ علمی مورد توجه قرار بگیره. به هر حال آنچه ما از ناصر خسرو میدانیم شخصیت علمی و شخصیت روی راست و درستاندیش و راستاندیش ناصر خسروست. اختلافات مذهبی و کلامی که احیانا با این حکیم فرزانه در بین مذاهب وجود داره در جای خودش قابل بحثه، اما اونی که قطعاً همه استادان به اون تأکید خواهند داشت این است که ناصر خسرو تن به نوشتن کذب نداده و مایل به نوشتن کذب نبوده است و از کسانی که روی و ریا می کردند و تملق می گفتند و قلم را در خدمت جاه قرار می دادند تنفر خودش را اعلام کرده است. به صورت نسبی ما می توانیم به این نکته پایبند باشیم که آنچه ناصر خسرو گفته است نزدیکتر به حقیقت است تا احیانا منابع دیگر. برای اینکه این مسئله به سرانجامی برسه من پیشنهادم این است که ما حوزه‌های تاریخیمون رو و حالا نگم تاریخ بگم گزارش‌های ناصر خسرو رو طبقه بندی بکنیم. یک دسته از گزارش‌هایی که در آثار ناصر خسرو وجود داره گزارش‌هایی است که درباره زندگانی خودش داده است، به خلاف بسیاری از شاعران برجسته و ممتاز ما که ما آثاری در آثار اونها نشانی از زندگی شخصیشون نداریم. اتفاقا ناصر خسرو خیلی نسبت به این مسئله حساسیت داره و تقریبا همه گره‌های زندگی خودش رو برای ما باز کرده است. نکته دیگر بحث تاریخ سیاسی اجتماعی است. گزارش‌هایی که ناصر خسرو در آثار خودش هم از نثر و نثر درباره مسائل تاریخی گفته است که حالا اگر فرصت شده که دو نمونه از آنها را عرض خواهم کرد. گزارش‌هایی که درباره شخصیت‌های تاریخی و علمی و سیاسی داده است که این به خصوص در حوزه کار تاریخ ادبیات بسیار بسیار میتواند حائز اهمیت باشه و شخصیت‌های دینی و اماکن و جاهایی رو که رفته است و به هر حال اونها رو از نزدیک دیده، زیارت کرده و گزارش‌های از اون داده است. من برای اینکه ذهن دانشجویان رو به ویژه به این مسئله مقداری نزدیکتر بکنم اجازه میخوام یکی دو تا نمونه عرض بکنم. مثلا یکی از مسائلی که در زندگی شخصی ناصر خسرو مورد توجه هست خب این است که تولد ناصر خسرو که شما عنایت دارید که در بعضی از منابع و مآخذ مانند دبستان المذاهب سال تولد ناصر خسرو رو 359 و در تاریخ تذکره 358 نقل کردند، در حالی که خود ناصر خسرو بگذشت هجرت پس 394 این سال 1394 رو خودش تصریح کرده است. خب این به هر حال نشان میده که تذکره نویسان ما احیانا به منابع ناصر خسرو و به آثار ناصر خسرو توجهی نکردند. یا مثلا اینکه اصالتاً در تذکرة الشعراء دولت شاه اون رو اصفهانی خوانده است، در حالی که خودش در ابیاتی تصریح میکند که اهل قبادیان، انتسابش به قبادیان، پیوسته شدم نسب به یمگان که از نسل قبادیان گسستم و بعد در جای دیگری عنوان میکند که در بلخ سکنا گزیده است. ای باد عصر اگر گذری بر دیار بلخ بگذر به خانه من و آن جای جوی حال بنگر که چون شده است پس از من دیار من با او چه کرد دهر جفاجوی بدفعال الاخر که نشان میده که این با بلخ هم ربط و رابطه‌ای داشته است. من یه نمونه دیگر هم مثلا از تاریخ سیاسی اجتماعی در حوزه ناصر خسرو و آثار ناصر خسرو عرض کنم. خب اوضاع نابسامان خراسان رو یکی از شاعران، نه تنها شاعر، یکی از شاعرانی که با دقت مد نظر داشته و رصد کرده است ناصر خسرو. نابسامانی و آشفتگی خراسان را که به سبب تسلط ترکان و ترکتازی آنان پیش آمده بود از موضوعاتی است که باید در شعر شاعر خراسان
جستجو کرد. علت بدبختی های خراسانیان را در دولت ترکمانان و سبب گرفتاری آنان را به دست ینال و تکین بی توجهی آنها به حبل دین دانسته است. علاوه بر این که طرح مسئله میکنه، علت را هم حالا به زعم خودش طراحی میکند. خراسانیان گر نجستند دین، بتر زین که خودشان گرفتی، مگیر به پیش ینال و تکین چون رهی. دوانند یکسر غنی و فقیر، چو عادند و ترکان چو باد عقیم، بدین بازگشتند ریگ حبیر. و از این نمونه ها در آثار ناصر خسرو کم نیست.